ابزار خارق‌العاده راه حل کار درست و انجام دادنه. اما چه ابزاری میتونه فلز رو جوش بده؟ به کاوش توی آب بپردازه. فلز رو به باریکی مو دراره. تونل حفر کنه. آسمون خراشا رو صاف کنه. کشتی جنگی بسازه. نگاهی داریم به ابزارهای خارق‌العاده و کسانی که با این ابزارها کار میکنن. وقتی کاری دارید که باید انجامش بدید، راهش اینه که با ابزار خارق‌العاده انجامش بدید. ابزارهای خارق‌العاده، یک شنبه ها ساعت 8. از من و تو 2.